سلام دوستای عزیز، به چینل دوستان خوش آمدین. دوستای عزیز، بعض دوستای ما سوال کردن که بعض از اپلیکیشن ها و وبسایت های وجود داره که ما با آن دسترسی پیدا کردن نمیتونیم و میخوایم که از او سایت ها استفاده کنیم و یا اپلیکیشن ها. بله دوستای عزیز، بعض از سایت ها و اپلیکیشن های وجود داره که در بعض کشورها به صورت بلاک و یا می باشد نظر به شرایط و قوانین او کشور. خب بعض برنامه ها وجود داره، مثلا در جمله از او VPN است که به بسیار راحتی بعد از روشن و یا آن کردن آن میتونید که از این اپلیکیشن ها و وبسایت ها استفاده کنید. دوستای عزیز، در جمله VPN ها تعداد زیاد وجود داره که بعضشان به صورت رایگان است و در بین رایگان بعضشان به صورت بسیار خوب کار میکنه که ما یکی از او جمله که استفاده کردیم به نام سوپر وی پی این است که شما در روی سکرین و یا صفحه میبینید. شما میتونید در پلی استور رفته در قسمت سرچ که ما قبلا تایپ کردیم سوپر وی پی این تایپ کنید. بعد از که اینستال شد، چون ما قبلا اینستال کردیم، اوپن بگوین و وصل کردنشان بسیار ساده است. روی آیکن آن کلیک نمایید. دوستای عزیز، وقتی که کلیک نمودین کانکت بگوین، بسیار آسانی کانکت میشه، چون سرعت اینترنت در افغانستان معمولا پایین است. یک کمی یک چند ثانیه وقت در بر میره تا وصل شود. دوستای عزیز، این برنامه به صورت رایگان است که شما میتونید که از این برنامه استفاده کنید و با سایت هایی که اجازه ندارید از استفاده. دوستای عزیز، میبینید که کانکت شد و در قسمت بالا یک کلید به شما گذاشته شده در قسمت بالای نزدیک ساعت که این نشانه عزیز که شما میتونید که آزادانه وارد چینل ها شوید. باز هم تشکر دوستای عزیز. امید